سلام بچه ها. مواد لازم برای ثبت نام الوپک: یک عدد کارت موتور همراه با وسیله نقلیه، کارت ملی و یک عدد نیروی انسانی که همون جوان متشخص و جویای کار. خب این برعکس ضبط جایی به خصوصی نداره که خواسته باشین برین ثبت نام کنین، یا مثل تپسی و یا اسنپ نمیشه از تو نرم افزارش بتونی ثبت نام کنی. اولین کاری که باید بکنی باید مراجعه کنی به کجا؟ کافینت. میری کافینت، مراحلی که برای ثبت نام تپسی ازت میخواد تقریبا مثل همون. اول کارت ملی پشت رو، کارت موتور پشت رو، میگه کارت موتور کارت ملی رو جلو صورتت بگیر و یک عکس ازت میگیره و همه این مراحل رو میفرسته برای تهران. الوپک مال اینجا نیست، مال تهرانه. خب فکر میکنم آره. و بعد از 24 ساعت SMS برات میاد که شما با کار کردن در الوپک موافقت شده و میتونی شروع کار کنی. خب اونجاست که نرم افزارشو باید از توی اپ بازار دانلود کنی. نرم افزارش چه شکلیه بچه ها؟ الان بهتون نشون میدم. نرم افزارش این شکلیه. اینو دانلود میکنی. وقتی دانلود کردی این صفحه برات نمیاد. این وقتی ثبت نام کردی بعد میاد برات. میاد شماره تلفن ازت میخواد، یعنی شماره تلفنی که بتونی بتونن باید تماس بگیرن و خطی باشه که به عنوان الوپک باشه. بعد این هم مثل همون حساب باز میخواد، باز یا فعال. این غیر از حساب باز و فعال شماره شبان میخواد. مثلا شما کارتتون تجارت، شماره شباشو میخواد. صادرات، شماره شباشو میخواد. هر کدوم که باشه این از طریق شماره شبا براتون پولتون رو واریز میکنه. و جالب تر از همه اینه که این واریزاش مثل ضبط نیست. واریزای این مثل نرم افزار تپسی مونه. شما میتونی آنلاین همون یعنی الان پول لازم داری، شما شماره حسابتو دادی ذخیره شده، همین الان پول لازم داری، میتونی از توی نرم افزار پول خارج کنی. خوبیه این نرم افزار اینه. ولی خب باز یک بدیایی داره. بدیاش اینه که پورسان داره. شما هر سفارشی، هر سفری که بهت بخوره پورسانت خودش کم میکنه. بعد و سفراش هم محدوده ای نیست. خب ناگفته نماند الوپک زیر مجموعه زپه، یعنی افق کوروش ها، رستوران ها، یعنی شامل اینا میشه که به زنگ میزنن. رستوران ها، افق کوروش ها سفارش دارن، تماس میگیرن و مرسولشون رو تحویل میدن و دیگه هیچی. بعد از 72 ساعت شروع میکنی به کار. نرم افزارش هم اینجوریه. با این قسمت شروع به کار میکنه، روشن خاموش میشه. اینجا گزارش درآمد روزانته، مثلا هر چقدر کار کردی. این قسمت پروفایلته.
بعد و یک فرق دیگه با نرم افزار ضبط داره. این بابت هر آره بابت هر یک مبلغ بخصوصی فکر میکنم داره، یا بابت هر محصوله داره، دقیقا نمیدونم ولی خب باید نگاه کنم. این امتیاز بهت میده، 1000 تومان، 1000 امتیاز بهت میده. و این 1000 امتیاز ها هر چقدر جمع کنی جاهایی بهت تخفیف میده. میتونی مثلا بابت خرید لوازم موتور، بابت خرید روپوش، بابت خرید بادگیر، بابت خرید طرق موتور، بابت خرید یک پوانای مثبت داره این وسط. شما میتونی از جاهایی که خودش براتون معین کرده خرید کنین و بابت تخفیفش از این امتیازاتون استفاده کنین. همین، چیز دیگه گفتنی نداره و میریم انشاءالله توی استوری بعد باز از ثبت نام تپسی و اسنپ رو براتون میگم. زب بچه ها بهتون گفتم، الوپی کنم براتون گفتم. شب خوبی داشته باشین و لایکتون نره.